رحمتی احمد طبیب و شاعر تاجیک مقیم استرافشان روز 16 فوریه در سن 57 از عالم چشم پوشید. در این باره هم قلم او از استرافشان رعنا زایردوخت در فیسبوک خبر داد. این صبح خیر نبود. دوست ما شاعر عضو اتفاق نویسندگان رحمتی احمد دنیای فانی را ترک کرده به بقا پیوست. نوشته است رعنا زردوخت. رحمتی احمد سال 1965 در دهه روگوند شهر اوروتیپا در عائله آموزگار به دنیا آمده است. او سال 1987 دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا را ختم کرده تا پایان عمر در بیمارخانه مرکزی اوروتیپا کار کرد. همزمان با طبابت مردم رحمتی احمد شعر می نوشت و نمونه اشعارش در روزنامه و مجله های جمهوری و ولایتی روی چوب آمدند. 4 مجموعه اشعارش از جمله مجموعه های جام احساس، متاع خیال و آینه یاد توسط نشریات ادب پیشکش خوانندگان شدند. از رحمتی احمد بجز این 4 کتاب 3 فرزندم به یادگار ماند. رعنای زردوخت این 2 بیتی را از رحمتی احمد نیز در پیام تسلیتش آورده است: تو خویش را شناخته صاحب نظر شدیم، ما از سر جهان چو گمان در گذر شدیم. با توشه خیال همه در ره مراد، در این سفر ز هستی خود در سفر شدیم.